عزیز، رخصت دهید و شما سلام برادرانه صمیمی خلق تاجیک را رسانم و شما را با 36 سالگی ریولوسیون کبیر سوسیالیستی اکتبر تبریک نموده و کارهای شما برای ساختمان جمعیت کمونیستی در مملکتمان و به مبارزه شما برای صلح در تمام جهان موفقیت‌های بسیار نو خواهم. زنده باد دوستی برادرانه ویرانه شونده بین خلق‌های اتفاق سویتی. زنده باد 36 سالگی ریولوسیون کبیر سوسیالیستی اکتبر. رفیقان عزیز و مهمانان محترم، رخصت دهید و پارتی پرشرف لنین و حکومت پر اقتدار و صلح دوستی سویتی و خلق قهرمان و ایجادکار سویتی بنابر مهربانی های پی در پی و من نشان داده اشان تشکر صمیمانه به اندازه و منتداری به پایان خود را عرض نمایم. رفیقان قدردان، چنانکه پدر ادبیات سویتی استاد الکسی مکسیمویچ گورکی در یوبیلی 40 سالگی فعالیت ادبی خود گفته بود، در دنیا هیچ دولت و خلق نیست که مانند دولت و خلق سویتی اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. مثال این گفته های گورکی بزرگ در شخص من باز هم روشن‌تر نمایان است. من که از 75 ساله عمر تا حال به سر برده خود 40 سالش را در زمان فئودالی و عملی تاریک گذرانیده، تنها در دوران سویتی چشم گشاده روز روشن را دیده، تربیت یافته خدمت عاجزانه کرده‌ام، از طرف پارتی، حکومت و خلق این همه حرمت‌ها، غمخواری‌ها و مهربانی‌های پی در پی به اندازه دیدم و دیده ایستادم. رفیقان مهربان، من این همه مهربانی و قدرشناسی‌های پارتی، حکومت و خلق را از نام ادبیات سویتی تاجیک که یک قسم جدا نشونده ادبیات سویتی عالم شمول است قبول نموده. امیدوارم که در ادای شکران و منتداری عملی این غمخواری‌ها و احترام‌ها کلکتیف نویسندگان، شاعران و ادبیات شناسان سویتی تاجیکستان و من یاری دهند، یعنی ادبیات سویتی تاجیک را در قطار ادبیات سویتی برادران اتفاق سویتی به درجه که پارتی، حکومت، خلق و دوره از سوسیالیسم و کمونیسم گذشتن طلب میکند بلند بردارند. شخصا خودم به پیری و بیماری پی در پی خود نگاه نکرده وعده میدهم که تا زنده ام و به قدری که میتوانم در ادای این وظیفه مقدس خدمت میکنم و چنان که یکی از شاعران کلاسیک تاجیک کمال خوجندی گفته است: تا هست ز جانم رمق کار من این است. رفیقان عزیز، رخصت دهید در آخر سخن خود به رهبریت پارتی و حکومت سویتی تاجیکستان که در حق من بیواسطه به عمل آورنده مهربانی ها و غمخوری های پارتی بزرگ کمونیستی اتفاق سویتی و حکومت پر اقتدار سویتی می باشند تشکر صمیمانه خود را عرض نمایم. این چنین به رفیقانی که در این مجلس بیواسطه اشتراک دارند و مهمانان عزیز که از ریسپوبلیکاهای سویتی برادری قدم رنجه کرده به اینجا آمدند و مخصوصا به نمایندگان نویسندگان سویتی خلق بزرگ روس که به تربیت